با عرض سلام و درود خدمت دوستای عزیزم، خانم ها و آقایون کانال افسون تارود. امیدوارم که حالت دلتون خوب باشه عزیزان. اگر خاطرتون باشه در کلیپ های چند وقت پیش یک امتحانی کلیپ های در واقع ماه به ماه رو گذاشتم که اگر استقبال بشه به همین روال ممکنه هر 15 روز یک بار انجام بدیم. من این رو انجام میدم. میخوایم ببینیم که آیا پیامی هست که مختص ماه به ماه باشه و بعد از این انشاءالله که کلیپ دی ماه رو داریم، کلیپ های سال جدید 2024 رو برای هر ماه ببینم یا عنصر به عنصر میگیرم یا با ماه به ماه میگیرم. اوکی دوستان، نمیخواد که نیت به خصوصی بکنین، همون مروری بکنید به خواسته هاتون که ببینم که آیا تقویم نجومی مایا و اوراکل و تروت برای شما عزیزان پیامی داره یا نه. اوکی، شروع میکنم از عزیزان ماه فروردین. خب دوستان عزیزم، برای شما میبینم که دنبال حل کردن یک موضوعی، یک مسئله هستید. اگر با شخصی هست این مشکلتون، ممکنه که بخواین که از یکی دو نفر کمک بگیرید که مشکلتون رو با این شخص حل بکنید. اگر مشکل شما با یک ارگان دولتی هست، با جایی هست، تاییدیه‌ای هست، ممکنه که با چندین اشخاص و دوندگی های شما، رفت آمدهای شما رو به مراجع قانونی ببینم که در واقع بخواید این مشکلتون رو حل بکنید. در هر صورت من میبینم که با وجود رقیب و دشمنان و حسودانی که در مسائل دوستیتون، در محیط کاریتون هستن، شما یک پله دارید بالاتر میرین و یک معجزه کوچیکی در زندگیتون در حال رخ دادن هست بابت این گرهی که در زندگیتون دارین، که حتما اگر شخصی یا اشخاصی به شما کمک کردن، فراموش نکنید که ازشون تشکر بکنید، یعنی به سادگی رد نشید و بگذرید. من اینجا میبینم که خانومی که در حال متارکه کردن هست، خانومی که مشکلاتی با شخص فعلی عاطفیش داره، میخواد که در واقع یک قدم مالی برای شما برداره. ممکنه که بخواد دوستی خودش رو، دوست داشتن خودش رو به شما ثابت بکنه و بخواد که قدمی برای شما برداره. یا اینکه اگر شما خانم هستین، ممکنه که در واقع این مشخصات یک آقایی باشه که آقایی که در حال متارکه کردن هست، میخواد که یک قدمی برای شما برداره که در واقع حسن نیتش رو به شما ثابت بکنه. همونطوری که گفتم این برمیگرده به همون تشکر، قدردانی. مثلا ممکنه که شما در یک ارگان دولتی، شما در یک اداره، سفارت، حتی میتونه وکیلت باشه، مشاورت باشه، دکترت باشه، کاری رو برات انجام بده که بهت میگه که قدردان محبت این شخص باش و سعی کن که حتی یک مسئله کوچیکی، یک هدیه کوچیکی حتما براش بگیری که بدونه که قدردانش بودی. شما سر یک بیزینسی، سر یک معامله‌ای
انگار که خواستید که شروع بکنید و نشده و هر بار ضرر کردید. مثلا یه مبلغ پولی رو گذاشتی که بخوای یه بیزینسی شروع بکنی یا یه کاری بکنی، ولی وقتی که خواستی که اقدام بکنی هی عقب افتاده و این عقب افتادن ها باعث شده که شما همین وقفه ها مشکلی در درآمدت، مشکلی در اون پسندازت، مشکلی در امور مالی برات به وجود آورده باشه و پولی از دستتون رفته. ولی من میبینم که یک موقعیتی بهتر در مسیر زندگی شما قرار خواهد گرفت که این موقعیت رو به فال نیک بگیرید حتما و این موقعیت جدید، این پیشنهاد جدید، این بیزینس جدید جبران خسارت‌های قبل رو هم برای شما داره. من میبینم که با یه گروهی سر و کار پیدا میکنید، مثلا یه گروهی هستن چند نفری، کارتون به اونا میفته، از اونا درخواستی دارید و یا این گروه برای شما کاری رو انجام میدن، در هر صورت میبینم که یک موفقیتی از یک جمع گروهی به دستتون میرسه. اقدامی میخواین انجام بدین برای تحصیل، برای مسائل مالی هست، عاطفی هست، اقدام قانونی هست. نگید که من خیلی خوب بلدم و نیازی نیست از کسی مشورت بگیرم و یا کمکی بگیرم. حتما سوال کن، تحقیق بکن و بعد اقدام بکن. یک فروشی هست و تقسیم. ممکنه که شما خودتون بخواین ملکی رو، مغازه‌ای رو، دارایی که دارید، پسندازی که دارید رو در واقع تقسیم بکنی. حالا ممکنه شما یه پدر یا مادری هستید، شما یک آقای یا خانمی هستید، مسئله فرزندتون باشه، مسئله مهریه باشه، بدهی باشه، یک مسئله هستش که باید در واقع امضایی صورت بگیره قبل و یا بعد از این تقسیم کردن. بهتره که شما اگر قرار پولی رو به کسی بدید، حقی رو به کسی بدید، برای شما نشون میده که یک برگه‌ای برای روز مبادای خودت باید داشته باشی. نگو این بچمه، نگو این پدرمه، محترمه، برادرمه، چون که حقی رو که به یک نفر میدی، هر چیزی هست، میراث، نمیدونم، حق فرض اولاد، مهریه است، هر چیزی که هست، بهت میگه که یک مدرکی برای روز مبادات داشته باش، چون که در طی 1 تا 6 سال آینده میتونه که این کسی که بهش حق رو دادی انقدر تغییر بکنه و بیاد بگه که من این حق رو مجدد ازت بخواد، چون که مدرکی هم نداری و خودش هم میدونه مدرکی نداری. شاید در آینده وضع مالی شما خیلی خیلی بهتر بشه. حالا مثلا ممکنه که این انرژی خانی ربط به پدر و مادر شما داشته باشه، برای شما اومده، اوکی؟ ولی بهت میگه که برای هر موضوعی، برای هر مسئله مالی، برای هر تقسیمی، هر کاری که میخوای بکنی، مدرکی داشته باش که این شخص میتونه که تغییرات خلق و خو و شخصیتی پیدا بکنه و یک روزی بر علیهت بگه که اصلا من هیچی از تو نگرفتم و بیاد مجددا درخواست یک حقی رو از شما یا خانواده شما بکنه. تغییراتی در اندامتون افتاده، نمیدونم کار زیبایی، تغییراتی برای سلامتیتون هست، نگران نباشید، براتون خوشیومنی میاره، یعنی اعتماد به نفس و آرامشی به همراه داره این مسئله. یه خورده تعجب داری میکنی از فاصله گرفتن شخصی، مثلا بگی که این شخص چرا ناخودآگاه از من فاصله گرفته، برات علامت سوال باشه که چرا ازش خبری نیست، چرا سکوت کرده و شاید بخوای که دلیل کنارگیری و تغییرات خلق و خوی این شخص رو متوجه بشی.
یک نفر هستش که از شما دلگیره، ولی انگار که بارها و بارها بهت توضیح داده که چرا من ازت دلگیرم. مثلا تو این کارو داری انجام میدی، من این کارو دوست ندارم. با وجود اینکه میدونستید شخصی از یک سری مسائل ناراحته، انجامش دادی و این شخص دیگه بدون اینکه باهات درگیر بشه، بدون اینکه توضیحی اضافی بهت بده، خودش ازت فاصله گرفته. و اگر شما دلیلش رو میخوایم بدونین، اینجا دلیلش رو به شما نشون میده. ولی با این شخص دیداری خواهی داشت و صحبتهایی رو میشنوی و ممکنه که تصمیمی بگیری یا تغییراتی در خودتون به وجود بیارید. از کسی خواسته ای داشتی که بیا این کار رو انجام بده، یا بیا زیر این برگر رو امضا کن، بیا این مشکل منو حل کن، بیا با من بشین و گوش کن حرفای منو. اگر شما صاحب فرزندی هستید و جدا شدین، ممکنه که راجع به فرزند و نگهداری فرزند با هم دیگه صحبت بکنید. اگر کدورتی بین شما و شخصی به وجود اومده بود قبلا، ممکنه که بهش بگی که بیا بشین ما با هم دیگه صحبت بکنیم. یک نشستی هست، یک صحبتی هستش. راجب شغلتون یک خستگی دیده میشه. شغلتون یا همون منبع درآمد، همون شغل میشه، یا هر چیزی که باعث شده که منبع درآمد محسوب بشه براتون، احساس میکنید که باید یک تغییری بدین. توی شغلتون خواسته های شما، آرامش شما و یک سری مسائل که مثلا بگی که من نیاز به استراحت دارم. مثلا ممکنه شما خیلی اهل تلاش بودین، دوندگی برای کسب درآمد داشتین، ولی دیگه احساس بکنی که نه دیگه، من این همه تلاش کردم، این همه رفتم اومدم، نتیجه‌ای به من نداد. یعنی هم خودم خسته کردم، هم به خودم نرسیدم زیاد و شاید بخوای که مثلا بازنشسته بشی، یا اینکه تایم کاریت رو کمتر بکنی، یا تایم بیشتری رو در استراحت باشی و 50% فقط کار بکنی، چون دیگه یک خستگی رو در زندگیت حس میکنی، یک حس تکراری بودن رو داری حس میکنی و بخوای یک تغییراتی رو خودت به زندگیت بدی. ببینید اگر آقا هستید، ببینید بارداری رو 3 بار داره نشون میده. اگر شما آقا هستید و حالا متأهل باشی یا مجرد باشی نمیدونم، ولیکن مراقب باش که خانومی ادعای بارداری نکنه و از این بارداری هزینه‌های سنگینی ازت نگیره و نزدیک 1 سال کمتر عذاب دنیا رو به خاطر این خانم تحمل میکنی. یعنی به انواع و اشکال مختلف قصد این خانم سوء استفاده مالی از شماست. حتی اول باید یعنی مطمئن باشه اصلا این خانم باردار هست، یا اگر بارداره از شما بارداره، طمعی وجود این خانم رو خواهد گرفت و مشکلاتی مثل تهدید کردن، این بلا رو سر خودم میارم به خانوادت میگم، این کارو میکنم. ببینید خیلی باید دقت بکنید. یعنی این خانم کاری باهاتون میکنه که خوشیهای چند سالت رو ازت یه شبه میگیره. خیلی خیلی حواست رو جمع بکن. این خانم انگار که کسی یادش میده، این خانم انگار که اولین بارش نیست این کارو میکنه و یه فاصله مکانی باهات داره انگار، و چون میدونه از همدیگه دور هستید، یا نمیدونم در هر صورت میتونه ازت ادعایی بکنه. سنن از شما کوچیکتره و قد متوسطی داره. حواستون باشه.
چون خیلی به هم میریزی، خیلی اذیت میشی، خیلی زیاد. و شمایی که اینقدر تلاش میکنی که به یک آرامشی دست پیدا کنی، مدتی برای خودت باشی، دیگه زیاد کار نکنی، یک دفعه این موضوع هم پیش بیاد، دیگه اصلا دیگه نور علی نور میشه. و اگر شما خانم هستید، خب شما باید حواستون به خانمی که بارداره یا شکم بزرگی داره، حواستون به این خانم باشه. من میبینم که قدم شخص جدیدی به زندگیتون خواهد اومد، شخصی که تا حالا ندیدینش، شما هم اونو ندید، اونم شما رو ندیده. در جای شلوغی هست، نمیدونم مجلس عروسی هست، تولد، یک سمینار، نمیدونم سینماست، یه جای شلوغیه. در هر صورت شخص جدیدی پا به زندگی شما خواهد گذاشت و داستانهایی رو به زندگیتون میاره. و در کنارش شما یک، حالا خانم هستید یا آقا، یک دوست خیلی قدیمی دارید، مثلا حالا همکارتونه، آشناتونه، کسی که سالها دیدینش، سالها باش سلام علیک داشتین، ولی هیچ وقت به چشم مسائل عاطفی به همدیگه فکر نکردین. بدون اینکه اصلا فکرش هم بکنی، عشقی میاد وسط، احساسی میاد وسط با کسی که در اطرافت بود و هیچ وقت فکر نمی‌کردید عاشق هم دیگه بشید. ببینید یک جنس مخالفی رو میبینم خیلی سعی میکنه که به شما بفهمونه که ببین من نگران تو هم. مثلا نمیدونم تماس بگیره، احوالتو بپرسه، مثلا بگه این کارو بکن، اون کارو نکن. به عناوین مختلفی سعی داره که نشون بده که ببین من هوای تو رو دارم، میخوام بهت کمک بکنم، میخوام نمیدونم نگرانی و علاقه‌شو، دوست داشتنشو میخواد یه جوری به شما نشون بده. من اینجا میبینم که یک برگه ای رو امضا میکنید و یک برگه غیر ممکنی رو امضا میکنید. ببینید مثلا ممکنه شما مهاجرت کردین، سالهاست در انتظار اقامت هستی، یه دفعه برگه اقامتتون بیاد. یا شما یک زمین یا ملکی رو دارین، سالها منتظرین که بفروشینش ولی به فروش نمیره. خب دوستان ببخشین، من دست این تلفن ها من واقعا نمیدونم چیکار کنم، یه دفعه زنگ میزنم. خب ادامه میدیم تا جایی که بهتون گفتم که خب یک برگه غیر منتظره به دستتون میرسه که خوشحالتون میکنه. شما ممکنه که یک برنامه ریزی برای سفر داشته باشین که 2 مکان مد نظرتون هست، 2 گزینه ای دارید. ببینین این 2 راه رو به 2 نوع براتون تفسیر میکنه. هم این 2 راهی برای سفره و این 2 راهی برای مسائل عاطفیتون هست. ممکنه که گفتم که شما برنامه سفری داشته باشین که بین 2 مکان گیر کرده باشین و میخوایم که بدونی که کدوم از این 2 مکان برای شما بهتره. و از یه طرفی حضور 2 شخص رو در زندگیتون میبینم. یکی از این اشخاص میتونه به زندگی شما سر و سامون بده، در این شخص در موقعیت اجتماعی خوبی برخورداره و سعی میکنه که قدمهایی رو برای شما برداره و علاقه و دوست داشتنش رو به شما بفهمونه. ولی شخص دوم مضره، شخص دوم مخربه برای شما. میتونه اگر متأهل باشین و در رابطه باشین تاوان سنگینی رو پس بدین و یکی از موقعیت‌های عاطفی رو از دست بدید. اما سفر رو براتون خوب نشون داده، یعنی هر کدوم از این مکان‌ها رو بریم براتون اوکی هست، خوبه. ممکنه که شما گیری دارید برای یک مدرکی که برای این مدرک دوندگی های زیادی داشتید. مشکل سند بوده، نمیدونم سند مغازه است، سند فروش برای مغازه است، سندی هست برای ارث و میراثتونه، مدارک شناساییتونه.
در هر صورت من اینجا میبینم که مشکل یه مدرکی داشتین که دوندگی های زیادی بابت این مدرک داشتین که بالاخره یک جواب خوبی رو میشنوید، یا اینکه مثلا ممکنه یه سند یه مغازه یا ملکی یا یک موقعیتی مد نظرتونه که میخواین اونو برای خودتون داشته باشین و اونم خب یه نوع دوندگی محسوب میشه. ولی من میبینم که این دوندگی جواب مثبت و خوشحالی بزرگی برای شما داره و بالاخره یک معجزه‌ای سر یه مدرک به دستتون خواهد رسید. فقط حواستون به در واقع سلامتیتون باشه، سلامتیتون و افرادی که این مدت میبینید، چون حالا ممکنه در طی یک سفری دچار سرماخوردگی و یک ویروسی بشین که یه خورده مثلا این همه هزینه کردی و نتونی لذت ببری، و یا اینکه اشخاصی که میبینی که جدیداً مثلا مریض بودن و اینا، یه خورده حواست رو جمع کن و مخصوصاً در مسائل جنسی حواستون رو جمع کنید، چون که من میبینم که یک اشتباهی میتونه برای مدت طولانی در سلامتی شما تاثیرگذار باشه. چون که شخصی که با شما رابطه‌ای برقرار میکنه، حالا این رابطه جنسی باشه، رابطه حالا مثلا میتونست یه نوع ویروس باشه یا یه نوع مریضی دیگه باشه لحاظ مسئله جنسی. خب طرف مقابل شما میدونه یک موضوعی رو به شما نمیگه و اینه که میگم حواستون رو جمع بکنی که ممکنه که مدت زمان طولانی شما همش استرس داشته باشید، همش نگران سلامتیتون باشین و هوشیارانه تر عمل بکنید. نه تنها 1 ماه، نه تنها 2 ماه، کلا در تمام امور زندگیتون هوشیار باشید. من میبینم که در محیط کاریتون اگر شما کارفرما هستید، رئیس هستید یا جایی، ممکنه که شخصی که در محیط کاری هست یک ضرر مالی به شما بده، یا اینکه خودت با دست خودت یک ضرری رو با دست خودت انجام بدی. مثلا ممکنه که شما فروشنده هستید، یک جنسی رو بیاری یا به گوش بدی به حرف همکارت، یک جنسی رو معامله بکنید به جای سود ضرر بکنی. در این امور فقط حواست رو جمع بکن. نمیگه این اتفاق میفته، میگه هوشیارانه عمل کن. ببینید شما ممکنه خیلی احترام به دیگران میذاشتید، خیلی هوای همدیگه مثلا بقیه رو داشتید و همیشه مثل یه خیری بودی، همیشه عصای دست خیلیا بودی، به دست خیلیا کمک کردی، خیلیا محتاجت بودن و میدونستن بهشون کمک میکنی. و متاسفانه دوستان عزیز فروردین ماهی 80% مردم به خاطر مسائل مالی نزدیک شما هستن، یا به خاطر اینکه سود و منفعتی از شما ببینن به خاطر شما هستن. یک نفر رو پیدا میکنی، یک نفر آشنا هست، متوجه میشی که این آشنایی که خیلی دست کم گرفتیش از همه بیشتر هوای تو رو داشته و دیدگاه تغییر میکنه. مثلا تصمیم میگیری که دیگه اون احترام سابق رو به دیگران نذاری، اون کارهایی که برای دیگران میکردی رو دیگه انجام ندی و تغییراتی در شما به وجود خواهد اومد. مدتی که انرژی های منفی دور و برت رو گرفته. این انرژی های منفی میتونم بگم که افرادی هست که برای شما مثل سمن دارن شما رو به جایی که باعث پیشرفت شما بشن، باعث کند رفتن مسائل زندگی شما شدن. صحبت از یک تغییر مکانه، تغییر محل زندگی، تغییراتی در شغل شما هست. اگر شما یک رابطتون به طور کلی کنسل شده، قطع شده، کات شده با یک نفر، شما متوجه 2 نفر میشید، 2 نفری که باعث و بانی خیلی از مشکلات زندگی و روابط شما شدن، 2 نفری که شما خیلی جاها پشت این 2 نفر با ایستادید. مثلا به شما بگن که این 2 نفر
این حرفا رو راجع به شما زدن، شما هیچ وقت باور نمی‌کردین، فکر می‌کردین که از روی حسادت و رقابت دارن راجع به این خانم‌ها یا این آقایون راجع به شما صحبت میکنن. بعد یه مدتی متوجه میشی که دیگران حقیقت رو گفتن و من باور نمی‌کردم. دست 2 نفر برای شما رو میشه و بعد از اون یک رابطه عاطفی در زندگی شما شکل میگیره. در امور مالی برای شما معجزه‌ای دیده میشه، معجزه‌ای که تحولات بزرگی رو به زندگیتون پیش میاره، پولی به دستتون میرسه که یک برنامه‌ریزی طولانی مدت برای این پول انجام میدی. ببینید، نمیدونم چه کاری میکنی، آیا یک معامله جدیدیه، بیزینس جدیدیه، یک شغل دومی هست در کنار زندگیت میخوای داشته باشی؟ در هر صورت من میبینم که یک اتفاق خیلی خوب مالی برات میفته و چند تا از گره های مالی شما در حال باز شدنه. خانمی رو میبینم که خیلی نگران این خانم هستی، خانومی که حکم مادر میتونه برای شما داشته باشه، حکم خواهر میتونه برای شما داشته باشه، یه همخونه، یک شخص نزدیک به شما هست. نگرانیتون برطرف میشه، ممکنه که خبر بیماری مادرتون رو اگر در قید حیات باشن بشنوید، ولی خوشحالی بزرگی و یک نظری، یک دعایی هم، مثلا ممکنه یه نظری بکنی، حتما نظرتو ادا بکن، حتما این کار بکن. من اینجا میبینم که یک مسئله عاطفی هست، ممکنه که کدورتی به وجود اومده، سوء تفاهمی به وجود اومده، یا شما از طرف عاطفیت ناراحتی که به صورت پنهانی دیداری داشته، به صورت پنهانی با یک سری اشخاص داره صحبت میکنه، یا اینکه شما این فکر رو دارید راجع به اون شخص میکنید. با وجود اینکه دلتنگی زیادی هست، دوست داشتن زیادی در بین شما هست، ممکنه که یک کدورت، یک فاصله و قهری بینتون بوده، ولی یک سری افراد خانواده، دوستای آشناهای نزدیک، نمیدونم، سبب خیری خواهند بود برای آشتی کردن. دوستای مشترک باشه، همکار باشه، فامیل باشه، یک سری افراد سعی میکنن که شما یک آشتی در زندگیتون صورت بگیره. یک دوستی دارین که این دوست روزهای سختتون هست تا 3 وعده دیگه، یا این اتفاق عاطفی براتون میفته یا تا 3 وعده دیگه یک دوستی برای شما یک معجزه مالی به وجود میاره، دوستی که همیشه میتونید روش حساب بکنید. ببینید، اگر شما قصد فروشی دارید، بهتون میگه که این مسئله فروش و خرید و فروش اینا برات اوکیه، میتونی انجام بدی، ولی اگر بتونی 1 ماه کامل یا 2 ماه کامل صبر بکنی بهتره برای شما. و اگر زمینی، ملکی داری که به فروش نرفته و بابتش حالا مثلا خواستی بخری یا بفروشی، نمیدونم، اگر فکر میکنی که ناراحتی از طول کشیدن یک موضوعی، قطعا به صلاحت بوده و به زودی متوجه حکمت این قضیه خواهی شد. من یه خانم ناشناسی رو میبینم که این خانم ناشناس در مسیر کاریته، در مسیر تحصیلیته، در مسیر آشناهای فکر نمی کنم آشنای فامیل باشه، چون یه خانم ناشناسه، خانمی که ندیدی تا حالا. پیشنهادی رو به شما میده، یا اینکه این خانم به کس دیگه ای پیامی میفرسته که این پیام به دست شما برسه، پیشنهادی رو دریافت میکنی که این پیشنهاد سبب خیری برای شما میشه، با وجود یک سری کارهای خطرناک و استرس هایی که در اطراف زندگیت هست، یک موفقیت در مقام و شغلت دارم میبینم. فقط یک جر و بحث هایی در رابطه احساسیت ممکنه با همکارانت، با شریک و رئیس و خانوادت به وجود بیاد و
یک سوء تفاهم باعث یک سری مشکلات در این مسائل میشه. ممکنه که با یه وکیل یا یه ارگان دولتی بخوای صحبت بکنی بابت یک اختلالی که در زندگیت به وجود اومده که زود هم حل میشه، نگران نباش. فقط ممکنه که با افراد خانواده‌تون، با خواهر و برادر، پدر و مادر با هم دیگه صحبت بکنید و بخواین که یک کار و یا یک بیزینسی داشته باشین. حالا ممکنه با همدیگه یه کاری رو بخواین انجام بدید، یک زمین رو شریکی بخواین بفروشید، بخرید، نمیدونم چی هست، ولی خوشحال میشه. مراقب فرزندتون باشید. یه فرزندی دارین که آزادی بیش از حد بهش دادید، یعنی اصلا جلوشو نگرفتید، یا حالا مثلا میگید که اوکی میخوام آزادش بذارم هر جوری که دوست داره زندگی کنه، ولی آزادی خوبه تا زمانی که لطمه به شخصیت طرف مقابل نزنه. فرزند دخترتون یا فرزند پسرتون داره از این آزادی نهایت سوء استفاده رو میبره و یک ضرری به شما میرسه. پس بهتره که جلوی این ضرر رو همین الان بگیری. نمیخوام نگرانتون بکنم، ولی ممکنه یه روزی پلیس با شما تماس بگیره و بهتون بگه که بچه شما این کاری کرده و شما شوکه بشید و دلیلش این آزادی تمام و کمالی هست که شما به فرزندتون دادید. من مخالف نمیدونم بستگی فرزند نیستم، ولی خوبه که دیگه تا حدودی مسائلی که میدونی که به ضرره، مثلا مواد مخدر، قرار نیست به بچت بگی برو امتحان کن، نه من به تو اطمینان دارم، نه این میتونه آسیب بزنه. میتونی آزاد بذاریش ولی یعنی ضرر و زیانهای اونم به بچت بگی. اوکی؟ بریم سراغ مسائل عاطفی شما عزیزان فروردینی. ببینید، ممکنه که شما به همدیگه یک شانس دومی بدید با شخص عاطفیتون، ولی مشکل اینجا هستش که یکی از دو طرفین خیلی شکاک و حسوده و یکی از شما دو نفر ممکنه همیشه مورد بازجویی قرار بگیرید و این بازجویی ها و این شک و تردیدها انرژی شما رو از بین میبره. شما شخصی هستید که دوست دارید آزاد باشید، کسی به شما نگه چی کار میکنی، با کی میری، با کی میگردی. دوست داری که خودت جوری که میخوای زندگی بکنی یا تا اینکه بهت بگن چه جوری زندگی کن. یک نفر از شما طلب شانس دومی میکنه، پشیمونه از تمام کارهایی که در برابر شما و رابطه شما انجام داده. اگر شما متأهلید و شخص عاطفیتون منزل رو ترک کرده، میتونم بهتون بگم که احتمال پشیمونیش خیلی خیلی بالاست و به سمتتون بازگشت داره. اگر شما کات کردین، طرف مقابل این کار کرده، با پشیمونی برمیگرده. فقط نقطه‌ای که میتونه آزارتون بده این بازجویی های طرف مقابلتونه. با این باید کنار بیایید. اوکی؟ دوستای فروردین ماهی، اینم از انرژی خانی شما. امیدوارم که راضی بوده باشین. خوشحال میشم که حتما کانال رو حمایت بکنید. دیگه چیزی نمیگم دیگه، خودتون میدونید که چیکار باید بکنید. این انرژی که من به شما میدم، توقع دارم که این انرژی رو ازتون بگیرم. شما رو به خدای بزرگم میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. با عرض سلام و درود خدمت دوستای عزیز اردیبهشت ماهی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من میخواستم که بعد از فروردین در واقع انرژی خانیتون انجام بدم، ولی خب متاسفانه کاری پیش اومد که یک وقفه طولانی ایجاد شد و خوشحالم که تونستم اردیبهشت رو بلا فاصله انجام بدم. خرداد رو میگیرم و بعدش میریم سراغ 3 ماه دوم، 3 ماه سوم و 3 ماه چهارم. دوستای عزیز اردیبهشت ماهی،
یادتون نره که حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشین، در واقع لایک کنید، کامنت بذارین، در واقع این انرژی هم شامل شما دوستای نازنینم باشه. به صورت امتحانی ما در واقع چند هفته پیش 12 ماه سال رو گرفتم، خیلی دوست داشتید، استقبال کردید و وقتی که دیدم که حمایت کردین واقعا خستگی از تن من بیرون رفت و این باعث شد که دوباره من تشویق بشم که براتون انجام بدم و انشالله هر 15 روز یک بار این کار رو انجام بدیم. خب یک نفس عمیق بکشید و نیت کنید. دوستان راجع به انرژی خانی ها کلن براتون توضیح بدم. این انرژی خانی ها همیشه چه شخصی باشه چه عمومی بر اساس 3 زمانه: گذشته، حال، آینده. مسائلی که اشاره میکنم یا براتون اتفاق افتاده یا براتون اتفاق خواهد افتاد. مسائلی که براتون خیلی مبهم هست، میگید نه این اصلا به زندگی من ربطی نداره، به معنای اینه که در آینده براتون اتفاق خواهد افتاد. خب دوستان عزیز اردیبهشت ماهی، من اینجا براتون میبینم که ممکنه که صحبت و نشستی رو با اعضای خانواده، با دوستان و همکارانتون داشته باشین. اگر با همکارانتون هست برای یک سری مسائل کاریتون که مربوط به محل کارتونه، مربوط به شغل و حرفتون هست، یک سری تغییرات رو میخواین انجام بدین. اگر مسائل مربوط به فامیل هست، یعنی پدر و مادر و برادر و عمو و این مسائل، میتونه که نشستی باشه و بخواین که راجع به یک موضوعی صحبت بکنید. این موضوع میتونه کاری باشه مربوط به خرید و فروش باشه، مربوط به بازسازی خونه باشه، مربوط به افتتاحی باشه، حق الحسابی باشه که بخواین با هم دیگه بده بستونی داشته باشین. ولی اینجا من میبینم که این صحبت و گفتگو انجام میشه. حالا میخوایم ببینیم که در ادامه چه اشاره دیگه ای میخواد به این قضیه بکنه. اگر در ذهنتون و برنامه هاتون این هست که تعویضی انجام بدین، میتونه خرید و فروشی باشه، تو این صحبتتون خرید و فروش رو براتون خوب نشون داده و هیچ نگرانی براتون نیست که بخواین استرس داشته باشید که نه من باید احتیاط بکنم، نکنه کار من خراب بشه، نکنه موضوع من خراب بشه. دوستان من براتون میبینم که یک سری 2 موضوع براتون اشاره میکنم، ببینید که اینجوری توضیح بدم. یک مسئله ای رو نشون میده که ممکنه شما برنامه ریزی داشته باشید برای یک سفری که یه خورده دودل هستید برای این سفر، یا اینکه بارها و بارها در واقع برای این سفر برنامه ریزی کردی ولی یک سری مسائلی توی کارت، توی زندگی، توی روابطت به وجود اومده که این موضوع رو عقب انداختید یا هی نمیشد، هی وقفه ای ایجاد میشد. اما راه سفرتون انشاءالله در حال باز شدن معجزه‌ای رخ میده. میتونه برای شماهایی باشه که سالهاست مهاجرت کردین و راه سفریتون بسته است و این شده یکی از آرزوهای زندگیتون که در واقع مهاجرت بکنید. من آقایی رو میبینم که این آقا خیلی تأثیر روی اعصابتون داره و خیلی خوب نقطه ضعف شما دستش اومده و خیلی خوب میدونه به چه چیزی واکنش نشون میدید، چه چیزی اعصابتو خورد میکنه و داره مثل یک خمیری به هر شکلی که میخواد شما رو بازی میده. این اشکال خمیر رو عوض میکنه و میدونه به چی اعصابت خورد میشه، دقیقاً دست میذاره رو اون و اون کار رو انجام میده. این شخص میتونه شخص عاطفی باشه، این شخص میتونه در واقع همسرت باشه، همکارت باشه، جزئی از خانوادت باشه، فرزندت حتی میتونه باشه و بهتره که
با این شخص هیچ بگو مگویی نکنی و خودت با سیاست کامل تا جایی که میتونی از این شخص عقب نشینی کن، از این شخص فاصله بگیر از این شخص و اصلا انگار نه انگار حرف میزنه، بذار هر کاری دوست داره بکنه و خودت باید این قضیه رو تموم بکنی. اینجا از یک ترسی برای نشون دادن خودت اشاره میکنه. چه مثالی بیارم؟ ببینید مثلا شما ممکنه که یک استعدادی توی آواز خوندن دارید، خب ولی مثلا شما یک خانومی میترسی، میگه نه نکنه برای من مشکلات باشه، مثلا یه صفحه کانال یوتیوب برای خودم بذارم یا این استعدادم رو استفاده کنم که منبع درآمدی ازش داشته باشم. ببین بهت میگه که اون استعدادی که داری از هیچ کس نترس و نگران هیچ چیزی نباش. بخوای قدم رو برداری، تمام مسائل کمک های لازم برای اون راهت ناخودآگاه میان تو مسیر راهت. پس اگه استعدادی داری که از این استعداد میتونی بکنیش یک منبع درآمد، نه بترس نه خجالت بکش و انجامش بده، چون که یک استعدادی در درون شما هست که اگر دنبالش رو بگیری گنجی، ببینید شما یک گنجی در درون شما هست که مطمئن باش. ببینید شب درم اومده، شب در و سنگ استعداد اومده که دنباله این استعدادت رو بگیری، مطمئن باش به 1 سال نمیکشه که زندگیت از این رو به اون رو میشه. احساس میکنی که دورت رو در واقع گرفتن یک سری مشکلات، یک سری ترس هاست، یک سری تاریکی هایی که یک سری افراد برات به وجود آوردن، ولی خودت تصمیمی رو میگیری، یعنی اقدام میکنی برای اون تصمیم گیری و همه اون اشخاصی که دورت رو گرفتن که مخالفت بکنن باهات، سنگ جلو راهت بندازن، تمام اون اشخاص رو شگفت زده میکنی، تعجب میکنن و دیگه نمیتونن کاری بکنن. همونایی که یه روزی با حرف و کلامشون، با رفتارشون آزارت میدادن، یعنی همینجوری مثل علامت سوال بهت نگاه میکنن و تعجب میکنن که چی شد و شاید همونا یه روزی زیر دست خودت باشن. من آقایی رو میبینم که این آقا میتونه برای شما یه کمکی بکنه، شما رو از یک بنبست و تاریکی نجات میده. این آقا هر کسی میتونه باشه، ممکنه که در یک لحظه که در زمانی که به بنبست رسیدی، دقیقا تو اون لحظه میاد و دستت رو میگیره و کمکت میکنه، مثل یک مشاور، مثل یک فرشته نجات در کنارت خواهد بود. اگر این شخص رو نداری، میتونه این شخص در آینده به زندگیت وارد بشه. ببینین دوستان، اگر شما با شخص عاطفیتون دچار مشکلی شدید، یک خانومی خیلی خیلی با سیاست، یعنی با شما جوری رفتار میکنه که حق رو به شما میده، ولی وقتی که با طرف مقابلتون میشه جوری صحبت میکنه بدیهای شما رو میگه. این شخص، دست این شخص برای شما رو خواهد شد، دست این خانم برای شما رو میشه. چه خانم هستین چه آقا هستید، دست یک خانمی که خیلی موذیانه داره تو زندگی مشکلاتی به وجود میاره، دست این خانم رو خواهد شد. من میبینم که پدرتون هست یا برادرتون هست یا شخصی همسرتون باشه. برای بعضی از شما دوستان حمایتی از جانب یکی از این اشخاص خواهید شد. این حمایت میتونه مالی باشه، این حمایت میتونه یک کلامی بهت بگه که نترس، من هستم کنارت، و همین کلمه جرأتی رو به شما میده که میتونید از پس خیلی از مشکلات بر بیایید. من اینجا
و سفری رو براتون میبینم، سفری که انگار که خیلی انتظار برای این سفر کشیدی، انگار که سختی های زیادی بابت این سفر داشتی، آرزوهای زیادی بابت این سفر داشتی و این سفر رو میری و بسیار بسیار خوشحال خواهی شد تو این سفر. دوباره همین آقا رو داره نشون میده و دوباره همون اشاره رو میکنه، میگه به زودی برای شما متولدین اردیبهشت یک آقایی، نمیدونم میتونه شخص عاطفیتون باشه، میتونه یک دوست و یا همکار باشه، هر کسی میتونه باشه. بازم میگم که اگر این شخص نیست به زودی در مسیر زندگیتون میاد. شما یک سری برنامه هایی رو چیدین تو زندگیتون، 3 4 5 6 7 تا 7 وعده آینده. تمام برنامه ریزی هاتون نتیجه میده. دوستان شما در ناحیه چشمتون یا در ناحیه قلبتون و کمرتون میتونه که دچار یک مشکلی شدی و این مشکل دلیلش مسائل عصبیه، مسائل استرستونه. ممکنه اقدامات پزشکی انجام بدی و یک ترسی وجودت رو در بر بگیره، یا اینکه شما کسی در نزدیکتون هست که دچار این مشکلات بشه. از الان بهتون بگم که اگر در همچین مسئله‌ای گیر کردی و استرس وارد زندگیت شد، اصلا نگران نباش. بعدها متوجه میشی که دلیل همه اینها استرس و نگرانی های شما بوده. ولی این سفری که شما برین خیلی خیلی میتونه تأثیرگذار برای این غمتون، استرس هاتون و ناراحتی هاتون بشه. دوستان مراقب باشین که مدرکی رو ازتون ندزدن و جوری زمینه سازی بکنن، جوری صحنه سازی بکنن که شما باور بکنید که این گم شده، دزد اومده تو خونه من اینو گم کردم یا ازم دزدیدن، یا نکنه مثلا انقدر بهت بگن آره گمش کردی. نه، یکی میاد به یک منظوری این رو از شما میدزده و بیشتر شبیه مدارک شناسایی تونه. میتونه پاسپورتتون باشه، میتونه شناسنامتون باشه. این شخصی که ازتون برمیداره میخواد که در عالم خودش، در ذهن خودش اینجوری فکر میکنه که میتونه مانع یکی از برنامه‌های زندگی شما بشه، در نتیجه میاد مدرک شما رو میدزده. مدتیه که احساس میکنی که یک حسی در درونت داره به دستور میده، مثلا برو بیرون، نرو بیرون، این کار رو انجام بده، زنگ بزن، زنگ نزن. این مدت به ندای درونت خیلی خیلی توجه کن، چون فرشته های نگهبانت، یک نیروی برتری داره از طریق شهوداتت، از طریق الهامات بهت یک خبرهایی رو میده، یک نمیدونم محافظتی ازت میکنه. به ندای درونت بیشتر توجه کن، به خوابهایی که میبینی زیاد توجه بکن و 100% در این عالم سردرگمی و بلا تکلیفی که نمیدونی که واقعا باید چیکار بکنی، همین صدای قلبت، ندای درونت، شهوداتت میتونه تو رو، شما رو از این سردرگمی بیاره بیرون. ببینید بین قدرت و ترس گیر کردید، انگار که میخواین یه کاری رو انجام بدید، انگار که همون ندای درونت بهت میگه نمیتونی، موفق نمیشی، شکست میخوری، یا اینکه دارن بهت میگن، یعنی دارن این ذهنیت رو در شما به وجود میارن که بهت بگن که نمیتونی موفق بشی، شکست میخوری، نکن این کارو. ولی کن به شما داره این توصیه رو میکنه که اجازه ندید ذهنیت اشتباه اشخاصی، نمیدونم توصیه های اشتباه اشخاصی شما رو باعث بشه که عقب نشینی کنی و اون کاری که لازمه انجام بدید رو انجام ندید و حتما از کسی که در واقع دانا هست، باهوش هست، مثل یک مشاور، مثل یک وکیل کمک بگیرید.
ببینید دوستان، اگر شما مشکل قانونی دارید و یک نفر مثل وکیل، یک نفری که در واقع حالا میتونه این مشکلت مالی باشه، این مشکلت گرفتن حقی باشه، اگر وکیلی دارید که نتونسته تا الان کارهای شما رو انجام بده و احساس میکنید که فقط به فکر منافع مالیشه و هی داره بحث پولی رو بیشتر میکشه وسط و کارت رو طول داده، به شما توصیه میکنه که حتما تغییری رو انجام بدید. حتما یا پزشک تو عوض کن یا وکیل تو عوض کن و کسی که به عنوان مشاورت هست رو تغییر بده. یک دروغ و یک پنهانکاری از جانب یک آقا و یک خانم برای شما رو میشه. ممکنه مثلا من بیام به شما بگم که یه مبلغی رو به من قرض بده، مثلا من 2 روز وقت دارم، اگه این پولو ندم گوشه زندان میافتم و شما این پولو به من بدید و بعد متوجه بشید من اصلا مشکلی ندارم، به دروغ اومدم یک بهونه‌ای درست کردم و یک داستان سرایی کردم از شما پول گرفتم. در نتیجه این مدت سعی کنید که به هیچ عنوان هیچ پولی رو به هیچ کسی ندین، چون پولی رو که بدی خیلی خیلی کم، درصد کمی میتونه اون پول رو پس بگیری. و یا اینکه اگرم نه بگی اوکی من این پول رو میدم، باید یک مدرکی داشته باشی، حتی اگه نزدیکترین شخص زندگیت باشه، چون بعدها ممکنه بگی که ای کاش من یه مدرکی داشتم برای اثبات این قضیه. خیلی هاتون یا جابجا شدین یا برنامه جابجایی منزل به منزل دیگه‌ای، شهر به یه شهر دیگه‌ای دارید، ولی در این بینی که میخواین جابجا بشین برای یک سفر، برای تغییر شغل، برای یک قضیه‌ای استرس دارید که آیا زمانش هست من این کار رو انجام بدم یا نه، بابت یک موضوعی ترس دارید، استرس دارید که نکنه این کاری که من میخوام انجام بدم عجولانه بوده، نکنه اشتباه باشه تصمیم من. ببینید شما در یک جلسه شرکت خواهید کرد، میتونه جلسه ای باشه که اشخاصی روبروی شما قرار گرفتن و میشینن و گوش میدن. یک نفر هست انگار که قلم و کاغذ دستشه و شما حرف میزنید و این شخص داره حرفای شما رو ثبت میکنه. خیلی حواستون باشه، ممکنه یه دستی بزنن، مثلا بخوان جوری صحبت بکنن که ببینن که واکنش شما چیه. ببینید اگر این نشست و گفتگو برای فرزند شما هست، ممکنه که شما با همسرتون مشکل پیدا کردین و همسرتون بیاد ادعا اینو بکنه که شما نمیتونید مادر خوبی یا پدر خوبی برای فرزندتون باشید و بگه که شما برای آینده فرزندانتون مناسب نیستید. مثال میزنم اینو، میخوام منظور از این تفسیر رو بهتون بگم. و در اون جلسه جوری با شما صحبت بکنن که بخوان به عمد شما رو عصبی کنن، ببینن شما واقعا یه آدم عصبی و خشنی هستید. پس جلسه های کاری، جلسه ای که برای فرزندت باشه، جلسه ای که با وکیل و قاضی و حاکم و هر جایی باشه میری، هر چی رو میشنوی برخلاف میلت هست قبول کن و اصلا تون صدات رو نباید ببری بالا به هیچ عنوان. میخوای انگار که یک جشنی بگیری، به یک محفلی بری یا خودت یک محفلی رو در منزلت داشته باشی، من توصیه میکنم الان زمانش نیست، چون که قدم های این اشخاص به خونه شما شگون نداره. میتونن این اشخاص با اومدنشون داستانهایی رو وارد زندگیت بکنن، پس صبر کن فعلا. شما میخواین از یک نفر با خبر بشین، یک نفری که با سکوتش این روزها شما رو سرگردان کرده، شخصی که ازش بیخبر هستین
و برات علامت سواله که چرا داره این کار رو انجام میده، چرا از من فاصله گرفته، چرا سکوت کرده. اون شخص دچار یک کسالت و مریضی و یا این که درگیر یک مشکل قانونی شده و یا درگیر یک سری مسائل مالی با یک سری اطرافیانش هست، یا مشکل قانونی یا کاری براش به وجود اومده. بهتره که خودتون رو درگیر یک سری مسائلی که اصلا شاید وجود نداره درگیر نکنید و سعی کنید که آرامشتون رو حفظ بکنید. البته حق هم دارین. شما انگار که یک باری بدجوری تو زندگیتون شکست خوردید، شکستی که آسیب‌های زیادی رو ماه‌ها و سال‌ها به شما وارد کرده. یعنی ناحق، یعنی حق با شما هست که اگر نگران باشید و یا وسواس دارید به خرج میدید. در زمینه تحصیلی، بازنشستگی، سربازی خبری در راه دارید که این خبر بستگی داره به یک موضوع مالی. ممکنه که بخواین برای یک قضیه که گفتم مربوط به این 3 قضیه ها میشه، شما باید یک هزینه ای رو خرج بکنید یا پولی رو باید بدید و این موضوع خورده فکرتون رو مشغول خواهد کرد، ولی معجزه‌ای در امور مالی براتون اتفاق میفته. من میبینم که یک خانومی پرونده‌ای یا حرفی یا موضوعی در شما در دستانش هستش و میخواد که در واقع نتیجه‌ای برسونه مشکل شما رو. این شخص میتونه کارفرمای شما باشه، همکار، قاضی باشه، نمیدونم مسئول پرونده شما باشه، وکیل و پزشکتون باشه، ولی من میبینم دسته این خانم پر هست و خبرهای خوبی رو در دست داره برای شما. من میبینم که شما یک دچار دوگانگی و شکی شدید و این دوگانگی و شک بابت برگشت یک شخصیه، اخبار از سمت یک شخصی هست. شما از یک طرف میخواین که از دست یکی خلاص بشید، از یک طرف میخواین شخصی رو به دست بیارید و این دوتا موضوع باعث یه خورده ناهماهنگی و ترس در زندگی شما شده. این روزها اصلا نمیتونید کنترل روی زندگیتون داشته باشید. من میتونم به جرئت بهتون بگم که سختی که شما این اواخر داشتین تو زندگیتون کار هر کسی نبوده که بتونه تحمل بکنه. یعنی به شدت تحملتون بالا بوده این مدت. من یک مشکل دانشگاه، قانون، نمیدونم سفارت، یک جای اداری هست که انقدر شما رو هی آوردن و بردن، انقدر کارتون رو طول دادن که بعضی موقع احساس میکنی فریبی پشت پرده هست. احساس میکنید که دیگه نمیتونید تمرکز بکنید. این کار من خیلی بیش از حد طول کشیده. ممکنه که خانواده شما رو در روی شما بایستن و به شما بگن که تصمیمی که تو داری میگیری یا گرفتی اشتباهه، پشیمون میشی از این کاری که میخوای انجام بدی، پشیمون میشی از این تصمیمی که گرفتی و ممکنه که شما رو در روی خانوادهتون بایستید و جر و بحثی به وجود بیاد. ممکنه که شما یه خانمی هستی که میخوای جدا بشی ولی شما رو دارن متهم میکنن به کاری که نکردی. ممکنه که به شما تهمتی بزنن که شما به خاطر شخص دیگه ای داری جدا میشی. به شما تهمت خیانت و پنهانکاری حتی بزنن و این موضوع به شدت میتونه به همت بریزه که بگی من مشکل دارم، به جایی که خانوادم پشتم باشن دارن منو محکوم میکنن به موضوعی که اصلا نیست، وجود نداره. شما دلتنگید، دلتنگ و بیخبر. این خیلی بده، هم دلتنگ باشی هم بیخبر باشی از اون شخص. لااقل اگه باش در ارتباط بودی یه مسیجی بهش میدادی که فلانی من دلتنگتم بیا ببینمت، ولی هم دلتنگی هم بیخبری. ولی برای شما نشون میده که هم از دلتنگی میای بیرون هم از بیخبری میای بیرون. مسیجی رو دریافت میکنی
که تو اون پیام به شما میگن باش و صبوری کن تا من این مشکلاتی که در اطراف زندگیمو تموم بکنم، و این نهایت خوشحالی برای شما خواهد بود. خب شاید خیلی هاتون با اشخاصی در ارتباط هستید که با شما رفت و آمد دارن. ممکنه که شخصی که روش کراش داری ازش خوشت اومده، یا توی فامیل شما هستن، یا توی دانشگاه هستش، یا تو محیط کاری شما هست، یا یک سری افرادی هستن که گهگداری شما باشون رفت و آمد خانوادگی دارید. من دارم میبینم که اگر این شخص رو در جمعیتی میبینی که مثلا توی محفل‌های فامیلی هست، تو محفل‌های دوستانه هست، یه خورده با دقت باش، به خاطر اینکه من خانم مرموز و خیلی بدجنسی رو میبینم که این خانم مرموز و بدجنس دوست داره که سرک بکشه تو زندگی دیگران و ممکنه که شما هم جزئی از اون دیگران باشید و بخواد که یک سری اطلاعات رو از شما به دست بیاره. بس خیلی خیلی دقت کنید، چون که اینقدر این احساس عاشقی قشنگه که وقتی که شما محو عشقتون میشین دیگه دنیای بیرون رو نمیبینید، متوجه نمیشید که دیگران رو شما زوم کردن. خب و ممکنه که خودتون با دستای خودتون رو لو بدید. و مسئله خیلی خیلی مهمتر اینه که خیلی حواستون به تلفنتون باشه. سوشیال مدیا میتونه دست شما رو بکنه. مسیجی میدی؟ پاک کن، نذار تو تلفنت بمونه. این میتونه تو درد سرت بندازه. بعد نیاین بگین افسون چرا اینجوری داری میگی فشارمون اومده پایین. ببین، میگم پیشگیری بهتر از درمانه. من دارم اونو بهت میگم، حالا تو فشارت میفته و دوست نداری، مشکل من نیست. باید خوشحالم باشی که من دارم بهت اخطار میدم. من که نمیگم این اتفاقا میفته، میگم هوشیار باش. اوکی؟ یه مدتیه که نه میدونی خواب چیه، نه میدونی بیداری چیه، نه میدونی غذا خوردن چیه، هیچ چیزی بهت مزه نمیده. کارایی که تا چند هفته پیش، چند ماه پیش با لذت انجام میدادی، الان با اجبار داری انجام میدی. من براتون میبینم که خانمی فرشته نجات زندگیتون میشه. دست کف دستم میخوره، فکر کنم پول میاد دستم بچه ها. حالا تا بوده رفته دستمون نیومده، حالا اشکال نداره، خیر است، انشاءالله خیر است. پاداش یکی از کارهای بزرگی که برای شخصی در زمانی انجام دادی، پاداش اون کارت رو در راه دور میبینی. عشقت از راه دوره برمیگرده، فرزندت دوره برمیگرده، نمیدونم مهاجرت میخوای بکنی، سفر میخوای بکنی، هر چیزی که مربوط به یک فاصله هست، جواب اون کار خیرت رو در اونجا پس میدی. به شدت نگران و دلواپس هستین. من نمیدونم شما اردیبهشت ماهی چرا انقدر میترسین. از چیزایی میترسی که اصلا وجود نداره، اصلا نیومده، هنوز نیست، خبری نیست، ولی نشستی برای خودت از کوه کاه ساختی. برای شما رقم 30 افتاده. 30 روز دیگه یا 31 روز دیگه، 2 تا اتفاق میتونه براتون رقم بخوره. مسئله خرید و فروش خونه است، ماشینه،
اگر تو فکر این مسائل هستی میشه که درست بشه. مسئله سلامتیتون هست، شفا افتاده، و مسئله شکایت و قانون و نمیدونم طلاق و ازدواج و هر آن چیزی که مربوط به دوندگی های قانونی باشه، من براتون برگ برنده میبینم. دلتنگ کسی هستی که دلتنگته، به کسی داری فکر میکنی که متقابلا بهت فکر میکنه، و هر دوتون خیلی مشکلات زیادی داشتین و بعضی موقع شما قهرهای طولانی دارین آشتی میکنی. خیلی قهر و آشتی توی رابطه شما دو نفر وجود داشته. ببخشید یه لحظه. و برای شما نشون میده که شما با این شخص 100% یک سفری دارید، یا هر دوتون جدا جدا به مکانی میرید و در اونجا هم دیگه رو ملاقات میکنید، یا اینکه شما به دیدن این شخص میرید یا این شخص به دیدن شما میاد. خیلی هاتون از شریک عاطفیتون دور هستید، ولی یکیتون اون یکی رو جدی نمیگیره. اگر مثلا میگم یکیتون ممکنه که یه رابطه‌ای رو تو زندگیتون دارید، هنوز تموم نکردید، و این شخص دیگه به شما باور و اعتماد نداره و میگه که من بهتره که خودم رو دور کنم تا باعث و بانی جدایی شما شخص عاطفیتون بشم. خب بریم ببینیم که در امور عاطفی چه پیامی برای شما عزیزان هست. مسائل عاطفی دوستان ماه اردیبهشت. شما احساس میکنید این عشق و دوست داشتن شما رو مریض کرده، هیچ چیزی دیگه خوشحالتون نمیکنه و به خودتون میگید من یک روزی اینقدر آدم شاد و با نشاطی بودم، این شخص منو مریض کرد و من دیگه نمیتونم اون آدم سابق باشم. شما در زندگی و روابطتون هم عشق هست هم نفرت هست. بعضی موقع ها انقدر عاشق این شخص هستی، بعضی موقع ها حاضری تن به سرش به تنش، یا تنش به سرش نباشه. یه چیزی هست یه چیزیش به چیزش نباشه. اوکی؟ شما بابت این شخص عذاب کشیدی، آشیونت رو، شادی اون آشیونت رو به جهنمی تبدیل کرد این عشق با اومدنش، و اعتبارت، اعتمادت، دلخوشی، جوانیت، خندهات، شادیات، همه چیز یک شبه به باد رفت سر این عشق. ببینید شما روزی این شخص از شما طلب بخشش میکنه که من رو ببخش بابت تمام عذابهایی که به خاطر من تو زندگی تحمل کردی، و عذاب وجدان وحشتناکی نسبت به شما این شخص میگیره و واقعا ازت میخواد که ببخشید اون شخص رو. حالا ببینم که حرف دلش به شما چیه. میگه که من میدونم خیلی مقصرم توی زندگی و میدونم که همه چیزو به هم ریختم، ولی این روزا همه جا دنبالت میگردم، یعنی در هر نگاه هم، در هر مکانی یاد و خاطرات تو برای من زنده میشه و تکرار میشه و بدون هیچ قید و شرطی دوستت داره. و میگه که این روزها احساس میکنم که تو منو رها کردی و رفتی و میخواد که دوباره اون علاقه رو با شما تجربه بکنه. این یعنی که دلش مثل چی براتون تنگ شد؟ مثل دلش خیلی تنگ شده دیگه، تنگ شده دلش. اگه اومد سریع نبخشینش، بذارید بدونی که چقدر اذیت شدید، سریع بخشنده نباشید.
بعضی موقع ها باید بد بود تا قدر تو بدونن. بعضی موقع خوبیهات رو به حساب تنهاییت میذارن. نمیدونم بابا، ما ارزش داریم برای شما میذاریم. این چی میگم؟ واسه همین میگم همیشه میگن خوبی کن و در دجل انداز، ولی برای بعضیا این صدق نمیکنه. دوست عزیزم، عزیزای اون بهشت ماهی من، اینم از انرژی خانی شما عزیزای دلم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. خب سلام دوستای عزیز خرداد ماهی من، حال دلتون چطوره؟ انشالله که حالتون خوب باشه و نوبتی هم باشه. نوبت شما خرداد ماهی های عزیزم هستش. دوستان یه توضیح بهتون بدم. اولا که یادتون باشه فقط انرژی خانی خودتون رو گوش نکنید. انرژی خانی اعضای فامیل یعنی خانواده، عمه و اینا رو ندیگه. نرید عمه و خاله دایی اینا رو گوش کنید. نه، مثلا برادر، خواهر، مادر، پدر، اینا رو گوش کنین که بعضی موقع ها ممکنه انرژی خانی شما هم در انرژی خانی اونا اشاره بشه. مثلا بگم که پسرتون دست گل به آب میده، خب مثلا شما باشین، بعد برین سریع جمعش کنین، اون دست گل رو به آب ندین. ببین دیگه من چقدر تقلب به شما میرسونم. عزیزای دلم، میدونید که تقویم نجومی هست و تاروت و تاروت مایا. کارتای جدیدم هم رسید. انرژی خانی رو تموم بکنم چون باید 48 ساعت بگذره، چون در واقع زیر این مجسمه هرمی باید بذارم 48 ساعت تا دفع انرژی منفی بشه. چون میدونین دیگه این کارت ها دست به دست میشه، نمیدونم اونا میفرستن دست پستچی میرسونه به من. واسه همینه که باید دفع انرژی منفی بشه. اوکی. داشتم در کلیپ های قبلی میگفتم اینه که خوشبختانه خیلی مورد استقبال قرار گرفت. دیدم که مثلا خب لایک کردین، کامنت گذاشتین و متوجه شدم که دوست داشتید. درسته یه خورده طولانی میشه، برای من سخت میشه، ولی شما اینقدر برای من با ارزش هستین که من باید به یه نوعی جواب محبت های شما عزیزان رو بدم. نمیخواد نیت بکنی، فقط گوش کن ببین که تقویم نجومی و ترات و اوراکل چه پیامی بهت داره بده. و ممنونم که از دکور تعریف کردین. این درخت خیلی بزرگه ولی من این پایین مایینا نشستم. فقط یه خورده هی باید جای پامو عوض کنم چون نشستم دیگه. رو صندلی نیستم، نشستم توی چیز سقف خونه. سقف خونه، کف خونه. خب انشاءالله که خبرهای خوبی برای شما عزیزای دلم داشته باشم. خب چیکار کردین دوستای خرداد مایی؟ چرا انقدر همه به جون همدیگه افتادن که؟ خب دوستان، من اینجا در واقع یک شلوغی دارم میبینم. شلوغی از حرف و حدیث، نمیدونم پیگیری یک سری حرف ها، شنیدن یک سری حرف ها، ترافیک تلفنی، ترافیک حرف و حدیث و در واقع تحت تأثیر یک سری حرف ها قرار گرفتید و متاسفانه انگار شما اجازه دادین با نوع رفتار و نوع صحبت کردنتون این اجازه رو دادین که پای اشخاصی که
جرأت نمی کردن تا دیروز حرفی راجع به شما و زندگی شما بزنن، با نوع رفتار شما و نوع برخورد شما این اجازه رو به یک سری افراد دادی که پاشون رو از گلیمشون درازتر بکنن. ببینید، باز همین توضیح رو بدم که اگر مسائلی که میبینم اتفاق نیفتاده باشه براتون، در آینده اتفاق میفته. ممکنه بعضیا مربوط به گذشته و حالتون باشه. من دارم میبینم که شما اجازه دادین که یک سری افراد حاکمیت داشته باشن روی شما و نمیدونم آیا خطایی کردین، آیا موضوعی اتفاق افتاده که هر مسئله‌ای باشه که اگر حق هم به شما باشه، چون یک سری مسائل در گذشته رخ داده و شما مقصر بودین، هر اتفاقی هم بیفته، اگر مقصر اشخاص دیگه ای باشن، یاد اون گذشته میفتن و انگشت اتهام به سمت شما متاسفانه میره. من اینجا میبینم که ممکنه شما متوجه تغییراتی در سلامتی خودتون شده باشید. حالا مثلا مسئله خانم ها، مثلا نمیدونم دردهایی باشه که این دردها برات علامت سوال شده که چه اتفاقی افتاده، و مسائل حس یک افسردگی ممکنه به شما حس بدی رو انتقال داده و میتونه این دردها، این افسردگی و این عصبی بودن شروعش داستانهایی بوده که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده. من اینجا میبینم که یک صحبت و گفتگویی هست در جمع خانواده، ممکنه برای خرید و فروش صحبتی بشه. مثلا شما یه زمینی دارید، میگید بفروشیم، مثلا باش خونه بخریم، یا عیب و ایرادهای خونه رو درست بکنیم. ببینید دوستان، اینجا موضوع، اگر شما خواهر و برادری دارین، ممکنه صحبت از یک مشکل خواهر برادرتون باشه، و اگر شما صاحب فرزندی هستید، ممکنه که فرزند دخترتون یا پسرتون مشکلاتی رو به بار آورده که ذهنتون رو خیلی درگیر کرده و شاید بگی که من نمیکشم این همه مشکلات رو، من واقعا دیگه کشش این همه مشکلات رو ندارم. حتما یک صدقه‌ای بدین. حتما باید مراقب حرف زدنتون باشین، چون که ببینید اطراف، حالا معنی سنگ‌ها رو و تقویم رو اگه میدونستین حتما برحذر میشدین، چون که من اینجا میبینم که حرف ها به شدت زیاده، انرژی های منفی زیادی رو وارد منزل و خونت کردی، انرژی های منفی زیادی رو درگیر خودت و سلامتی خودت کردی. شما در ناحیه پاهاتون و کمرتون ممکنه که مشکلی در راه رفتن به وجود اومده برات و این یه خورده شما رو بترسونه و یه خورده دوندگی های پزشکی براتون افتاده، ولی اصلا نترسید، نگران نباشین، چیز خاصی نیست. من اینو زود بردارم چون تفسیرش نکنم بهتره. فقط همون رو گفتم دیگه، بعد نگین چیزی نگفتی. نه، همه رو گفتم، ولی دیگه همون موضوعای تکراری بود. نمیدونم 9 وعده پیش بوده یا 6 وعده پیش بوده، از جانب یک نفر نزدیک به دوست نزدیکت بوده، فامیل درجه یکت بوده، کدورت هایی به وجود اومده راجب یک ملک، راجب یک زمینه، راجب یک مسئله پولی هست، راجب ارث و میراث هست. ممکنه که شما از پدر، مادر، خواهر و یا برادرتون کلافه شدین، درگیری لفظی به وجود اومده و ممکنه که تهدید و درگیری به وجود بیاد که این تهدید و درگیری سر یک امضا باشه. شما ممکنه که یک نفر رو یا 2 نفر رو تهدید بکنید، حتی اعضای خانوادت رو.
و این تهدید سر یک برگه، سر یک امضا، سر مسائل ارث و میراث، سر اسناد میتونه باشه. ولی بهتره که شما هیچ حرفی رو نزنین، چون متاسفانه پشیمونی از جانب خودتون خواهد بود. در حال حاضر چند تا راه در مسیر زندگیتون هست و میخواین یکی از این راه ها رو انتخاب بکنید، یک تصمیمی رو میخوای بگیری، ولی اجازه نده که افرادی باعث بشن که این تصمیم مصممتر بشی، عصبانیتر بشی، قید این تصمیم رو بزنی. ببینید انگار که شما بیشتر دل خودتون خیلی پاکه، خیلی دل بزرگی دارید، ولی تأثیر میذاره حرفای دیگرون رو. شما بلافاصله عصبی میشید، بلافاصله یه اقدامی انجام میدید. یک مسئله مالی براتون میبینم که مشکلی در امور مالی براتون به وجود اومده، ولی من اینجا میبینم که از راه دور خبری رو دریافت میکنی که مستقیم به سمت بانک داری میری، یا ممکنه که بعد از مدتی یک خبری رو بشنوی که حالا به سمت بانک بری. مخزن منبع درآمدتون، سکه های پول، همون بانک و کارت های بانکیتون میشه که مثلا برید با خوشحالی داری یه کاری رو انجام میدی. اتفاقهایی که در امور مالی براتون رخ میده به هیچ عنوان بیان نکنید. نگید منبع درآمد من اینقدره، نگید اینقدر حقوق اضافه شده برای من. نباید چیزی بگید. من اینجا میبینم که ممکنه که با ماشین به یک مکانی سفر بکنی، یک سفر کوتاه هستش و در مسئله خیری شراکت بکنید. مثلا برای پدرتون حالا چه اشکالی داره، شاید پدرتون مجرد باشه، برای یکی از اعضای خانواده صحبتی میشه، صحبت از خواستگاریه، صحبت از کجا مراسم رو بگیریم. شاید شما بگید منزل ما میتونید بیایید و تدارکات یک مراسمی هست که اونجا شما خیلی خوشحالید. یک پولی هست که این پول به دستتون میرسه، همون پولی که در اول انرژی خانی گفتم، و شما در واقع تغییراتی رو در زندگیتون میدین و یک وسیله‌ای که مدت‌ها آرزوشو داشتی که بخری میخریش. فقط حواستون باشه که یک سندی یا یک مدرکی رو گم نکنید. گم نمی کنید، انگار که نمیدونم یه چیزیه که شاید اتهامی رو به شما بزنن و شما برای اثبات خودتون دنبال یه مدرکی باشین، ولی اون مدرک رو پیدا نمی کنید، یا اینکه بخواین مشکل سندی براتون به وجود بیاد، یا اینکه شما از روی عصبانیت مشکلی رو برای یک نفر درست بکنین، حرفی رو جایی بزنی، اقدامی صورت بگیره که من از الان بهت بگم که دودش متاسفانه تو چشم خودتون میره. پس سعی کنید که همه مسائل رو با آرامش حل بکنید. شاید هم مدرک نباشه، میتونه طلا هم باشه. مثلا خدایی نکرده از یکی طلا قرض بکنی طلا رو گم بکنی، ولی گم نمیشه. میدونی منظور من چیه؟ گم نمیشه، انگار که بر میدارن اینو. چون یکی هست به صورت مخفیانه یک وسیله با ارزش، میتونه سند باشه، میتونه پول باشه، میتونه طلا باشه، یه چیز با ارزش رو بر میداره، یا اینکه میخواد یه خرابکاری بکنه. مسافری دارید، مسافری دارین که خبرهایی رو میشنوید، ولی یه خورده از این مسافر یا جایی که شما ممکنه خودتون مسافر باشین، به مکانی که برید، به منزلی که برید، اونجا کدورتی به وجود بیاد، یا اینکه مسافری بیاد منزلی که اون مسافر میره شما رو ناراحت میکنه که مثلا چرا اونجا رفته. خیلی بی‌حوصله شدین. ببینین احساس میکنید که یک نفر از روی قصد و عمد و غرض داره یه کاری رو
انجام میده در برابر شما. شاید اون کار شانسی بوده ولی شما یک موضوع رو به دل میگیری و ممکنه بگی که عمدن این کارو کردن. در واقع میتونم بگم که سوء تفاهمی به وجود میاد. بهتره که روی حرفایی که میزنید و تصمیم گیری هایی که میکنید عجولانه نباشه. اگر خدایی نکرده توی شغلتون، توی امور مالیتون، توی اسنادتون، تو موقعیت کاری خودت یا فرزندت یا همسرتون مشکلی به وجود اومده، در واقع مثلا نگرانی از شغل که از دستش بدی، اخراج بشه یکی، یا یکی مالش رو از دست بده، توی قضیه قانونی برنده نباشه، به شما میگه که این مرحله از زندگیتون تمام میشه و معجزه‌ای صورت میگیره و نذری رو میکنی و بهتره که اون نذر رو ادا کنی. چون که مثلا نذر رو میکنی ولی وقتی که کارت میشه انگار فراموش میکنی و دنبال اون نظرت نمیری که در واقع نظر رو بدی. میدونی منظور من چه؟ بعضی مثلا میگن آکه ما این نظر رو میکنیم اگه کارمون بشه مثلا یه گوسفند سر میبریم، خب نمیکنی این کارو. یه دست یک نیازمند رو میگیرم، نمیکنی این کار رو، پشت گوش میندازی. دو دل هستی که یک کار قانونی رو انجام بدی یا پات به قانون برسه. مسئله میتونه وراثت باشه، مسئله طلاق باشه، مسئله شکایت باشه، ولی دو دل هستی. یه دلت میگه که این کار رو انجام بدم، یه دلت میگه که نه نکنم، بهتره که یه خورده صبر کنم. یک علامت سوالی توی ذهنته که تمام ذهنت رو درگیر کرده. خب انگار که توقع داری که یک نفر باید تصمیمی برای زندگیش بگیره. حالا مثلا مسئله اینه که خواستگاریه، چه برای خودتون باشه چه برای کسی نزدیک خانوادتون باشه. مثلا انگار منتظرید که یه واکنشی اون شخص نشون بده. حالا خب این همه زمان گذشته، میخوای چیکار کنی؟ تکلیف منو مشخص کن، یا تکلیف پسرم یا دخترم رو مشخص کن. ببینید، به شما نشون میده که به هیچ عنوان هیچ فشاری رو به هیچ شخصی وارد نکنید. اجازه بدین که اون شخص مشکلات و درگیری هایی که با خودش و خانواده و کارش داره حل بکنه. قطعا به زودی جوابی رو میگیرین که از این بلا تکلیفی میایین بیرون. پولی به دستتون میرسه از راه دور، یا بسته ای دستتون میرسه. من میبینم که از نوع حرف زدن یک آقا خیلی ناراحت میشی. بعضی موقع ها احساس میکنی که به صورت عمدی داره دلت رو میشکونه و نوع حرف زدن این شخص خیلی بده، خیلی تأثیر بدی روی شما میذاره. ممکنه که کاری رو انجام بدی و این کار رو بندازی گردن اخلاق نادرست اون شخص، بگی که من این کار رو نمی کردم، اخلاق اون شخص باعث شد من این کار رو بکنم. در واقع خودت رو داری تبرئه میکنی. شما اگر به خاطر فرزندتون داری موضوعی رو تحمل میکنی، لطفا تحمل نکن. اول به خودت فکر کن. و اگر فکر میکنی که من نمیتونم رهاشم، جواب مردم رو چی بدم؟ یعنی من این خواسته رو نمیتونم به جا بیارم چون در محیطی زندگی میکنم که اصلا از من حمایت نمیشه و همه بر علیه من میتونن حرف بزنن و عمل بکنن. به دنبال راهی برای نجات دادن خودت باش، به خاطر اینکه یک روزی افسوس میخوری که چرا من این کار رو انجام ندادم. راجع به یک مسئله عاطفی از یک آقایی دلت خیلی شکسته، احساس میکنی که در بدترین زمان ممکن رهاتون کرده و الان شما نیاز به این شخص دارید و این شخص نیست، کم رنگ شده، ازتون فاصله گرفته. دری که به روی شما بسته شده بود و باعث غم و ناراحتی و افسردگیتون شده بود. کدورت از فامیله، کدورت از عشقتونه، کدورت از یک سری اشخاصی که مسائلی رو برای شما به وجود آوردن.
یک دری به روی شما باز میشه، یک معجزه‌ای صورت میگیره و شما با یک آشتی، نمیدونم خودتون اقدام میکنید، اشخاصی با شما آشتی میکنن، در واقع یک دریچه امیدی به روی زندگی شما باز خواهد شد. مسئله‌ای که به وجود اومد و مثل یک طوفانی اومد و هر چیزی رو جابجا کرد، اعتمادها رو، حرف و حدیثها رو، شما دلگیر شدید از یک سری افراد، احساس میکنی ماهیت خیلی یا دستت اومده، بهت میگه که کارهایی که میکنی بر حذر باش، حرفهایی که میزنی بر حذر باش. چرا؟ چون که یک آشتی قرار صورت بگیره و بهتره که جایی برای آشتی بذاری و هر حرفی رو هر جا نزنی. و یک سری افراد ممکنه که از طریق تلفن یا حضوری به شما یک صحبتهایی رو بیارن و بگن، اصلا باور نکنید. ممکنه که یک تماس تلفنی شما رو خیلی متعجب بکنه، چون شخصی به شما زنگ میزنه که مدت هاست این شخص رو ندیدی و یه خود شک بکنی، بگی که این شخص چرا به من زنگ زده، چرا بعد این همه مدت سراغ منو گرفته. حرف هایی که میزنی فکر کن و بزن، حرف هایی که میشنوی هم فقط شنونده باش و چیزی که بهت میگن رو لطفاً به کسی دیگه ای انتقال نده. مثلا من راجب یک دوستی با شما صحبت میکنم، ممکنه اون حرف رو بری به اون دوست بگی و این موضوع رو بزرگتر و بزرگتر بکنه. دلتون از چند نفر شکسته و ممکنه که خودشون به سمتتون بیان و از شما طلب بخشش بکنن، یا نوعی دارن رفتار میکنن، یک کارایی دارن میکنن که نشون میده که میخوان با شما آشتی بکنن. در سوشیال مدیا خیلی میبینم درگیری. اگر شما با اشخاصی مشکل دارید، مشکلتون رو در دنیای مجازی نیارید. نمیدونم داری کیو کنترل میکنی، یا اینکه یک نفر هست صبح تا شب داره شما رو کنترل میکنه و ممکنه که حرف و حدیث هایی پشت سر شما در دنیای مجازی بشه. و یا اینکه اگر با کسی مشکل داری، مشکلاتت رو در دنیای مجازی نیار، چون که میشه این اتفاق میفته که این شخص موضوع رو به دادگاه و شکایت بکشونه. اتفاقی برای مسائل مالیت میفته که بی نهایت خوشحال میشی و احساس میکنی که یکی دو سال به سختی داشتی زندگی میکردی، اونجوری که خواستی زندگی نکردی، اونجوری که خواستی خرج نکردی و یک سری برنامه هایی رو تو ذهن خودت داشتی که اگه این پول دست من بیاد این کارو میکنم، اگه این پول دستمو بگیره این کارو میکنم، و این پول دستتون میاد. پولی خیلی بزرگی هم هست، میتونم بگم برای همسرتونه، برای پدرتونه، برای مادرتونه، برای یکی از اعضای خانواده است که شما هم سهیم خواهید بود در این هم. خبری اصلا فکرش هم نمیتونی بکنی، تلفنی به شما میشه، یک مسیجی به شما میدن، یک وایسی ارسال میشه، یا مسیج رو میبینی خیلی شوکه میشی از این خبر، یا تماسی که برات میاد به شدت شما رو شوکه میکنه. یک موضوع غیر ممکن میشه، موضوعی که هرگز فکر نمی کردی یک روزی این اتفاق برای شما بیفته و اون اتفاق در حال رخ دادن، یعنی در حال اتفاق افتادنه. سفری میرید که در اون سفر به سفر دیگه ای خواهید رفت، یعنی سفر دوم برنامه ریزی نشده، ولی به یک مکانی میرید که بعد از اون شما حالا میتونه که با دوستانتون باشه، با آشناهاتون باشه، برنامه یک سفر دیگه ای با هم دیگه بذارید.
چون که این روزها خیلی دلنازک شدید، خیلی دلنازک شدید، ممکنه که بعضی حرفهای دیگران رو به حساب متلک بذاری. مثلا بگی که این یه تیکه پرون، این یه کاری کرد، این عمدن این حرفو زد. چون که طی یک تماس تلفنی که بهت میزنن، انگار که یه واکنشی نشون میدی و احساس میکنی که این شخص عمدن این حرف رو زده. خیلی جالبه که برای خرداد ماهیا همش از دعوا داشته صحبت میکرده. نه اینکه بگم دعوایی هستید، نه، یعنی فقط اخطار حرف و حدیث ها رو به شما گفته. توی محیط کاریتون اگر شاغل هستید، تغییراتی صورت میگیره که این تغییرات به شدت مورد استقبال شما قرار میگیره. ممکنه که شما یک همکاری داشتید که اصلا حال نمی‌کردی با این همکارت، مثلا بشنوی که انتقال داده شده به یک جای دیگه ای، یا شما تغییراتی برای شما رخ بده که این رو دوست داشته باشید. یک منبع درآمد دومی پیدا می‌کنید که این منبع درآمد رفته رفته بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. این یه خورده طول میکشه، باید محکم باشی و اگر ادامه بدی و صبور باشی، یک منبع درآمد عالی برای شما خواهد شد. نمیدونم دعا هست میخوای بگیری، نمیدونم چیه، یک مسئله که به صورت پنهانی و حواس جمع داری این کارو میکنی، کسی منو نبینه، کسی نفهمه. این میتونه یک دعا باشه، چون برگه ای که داری جاسازی میکنی. جاسازی چیه؟ همون دعا هستش که یه کاریه که نمیخوای کسی ببینه. اصلا شاید دعا نباشه، مثلا شما از یه نفر یه هدیه میگیری و نمیخوای کسی اون هدیه رو ببینه، داری و مخفی میکنی. در هر صورت چیزی که به صورت مخفیانه انجام میدی، بهتره که خودت بدونی، لزومی نداره اطرافیانت اینو بدونن. یک استعدادی داری، یا اینکه یک نفر از نزدیکای شما استعدادی داره، با همدیگه میشینید، صحبتی انجام میشه. مثلا این شخص میگه که ببین میتونیم این کار رو بکنیم پول خوبی تو این مسئله هست، پول خوبی در میاریم. یک موضوعی که خیلی خیلی علکی جدی میشه و جدی و علکی واقعا یه منبع درآمدی برای شما میشه و طوری هست این کار نمیتونید به کسی هم بگید. خونه ای که درونش زندگی میکنید ممکنه که برای مدتی تغییر بکنه. حالا بخواین تغییراتی تو اون خونه بدین، بخواین برای مدتی جای دیگه ای زندگی کنید، محل خوابتون تغییر پیدا میکنه. یک امتحانی هست، نمیدونم برای تحصیلتونه، برای کاری هستش که یک برگه تاییدیه میگیرید که روحیتون رو خیلی عوض میکنه. شما فکر میکنی یک پولی و یا حقی برای شما بوده، ولی به ناحق دارن اون پول و حق شما رو میخورن یا بهتون نمیدن. از لحاظ مالی برای خرداد ماهیا پول خوبی میبینم. در زمینه شغلی اتفاقهای خیلی خوبی در حال رخ دادنه. پیشنهادهای شغلی، تغییرات شغلی، سمتتون، مقامتون بالاتر خواهد رفت. فقط چیزی که برای من بیشتر نشون داده که باید خیلی مراقب باشید و احتیاط بکنید، اطرافیانتون هستن که گفتم از سادگی و مهربونی شما دارن سوء استفاده میکنن. مثلا ممکنه یکی از یکی بدش بیاد، نتونه که انتقام خودش رو از اون شخص بگیره، به دروغ شاید به شما بگه که فلان شخص راجع به شما صحبت کرده. مثلا یک همکارتون بیاد بگه که مثلا گفتن که تو در محیط کاری دل به کار نمیدی،
و چون خودش با اون شخص مشکل داره شما رو بیاره بندازه وسط که شما برید با اون شخص درگیر بشید. واسه همینه میگم گول یک سری افراد رو نخورید. خب عزیزای دلم، ببینیم که مسائل عاطفی برای شما عزیزان چه پیامی رو داره. شخصی که یک روزی ترکتون کرد، این شخص برمیگرده و طلب آشتی و شانس دومی رو از شما میکنه و میخواد که شما ببخشینش و این پیام رو از طریق یا ایمیل بهتون میده یا یک نامه‌ای براتون ارسال میکنه. ممکنه که شما در شرایطی احساس تنهایی بکنید. ببینید شما هیچ احساسی به این آدم ندارید، این 2 نفره میخوان برگردن. شما به یکی از اون افراد اصلا علاقه دیگه ندارین و ممکنه که به خاطر اینکه تنهایی رو خیلی تجربه کردی، به خاطر فرار از تنهایی اون رو قبول بکنی، اما باید خود صبر بکنی و جوابی ندی به این شخص، به خاطر اینکه شخصی که عاشقانه خودت دوستش داری اون شخص هم برگشت داره. برای خرداد ماهی‌ها برگشت مسائل اشخاص عاطفی خیلی زیاده. طلب بخشش، طلب آشتی براتون خیلی دیده میشه. میتونه از جانب شخصی که حروف الف یا س یا ر و یا ز داره. این شخص به شما پیشنهادی رو بده، شخصی که شما رو تو تاریکی ول کرد، اون شخص برمیگرده. اگر شما نه مجرد هستین و مدت زیادی تو رابطه نرفتین، احتمال زیادی هست که شما رو با یکی دیگه آشنا بکنن. مثلا بگن که این شخص آدم مورد اطمینانی هست، میتونی بهش اعتماد بکنی. شما خیلی توی مسائل عاطفی اذیت شدید، از اعتمادتون سوء استفاده های زیادی شده و انگار که مدتی زیادیه که قید مسائل عاطفی رو تو زندگیت زدی. دیگه اون اعتماد، اون دلخوشی رو دیگه خیلی خیلی کم شده در زندگیت. ازت طلب بخشش میشه و یک نفر ببینید چندین بار اومده که ازت طلب بخشش میشه و درخواست شانس مجددی برای بهبود رابطه بهت میدن، ولی در مدت زمان انتظارت برای این رابطه انقدر که اذیت شدی ممکنه که زمانی که شخص عاطفیت برگرده خیلی تغییر کرده باشی، شده باشی یه آدم دیگه ای. شماهایی که متأهل هستید، اگر موقعیت جدایی برات به وجود اومد میتونی جدا بشی، ترسی نداشته باش. چون که میبینم برای من افتاده که دوستانی که متأهل هستن خیلی خیلی در عذابن، انگار که اون رابطه رو مجبورن تحمل بکنن فقط به خاطر اینکه موقعیت جدایی رو ندارن، ولی موقعیتی براتون فراهم میشه که خودتون خواهید بود، دنبال اون خواستت میرید. عزیزای دلم، اینم از انرژی خانی شما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. همه شما دوستای خرداد ماهی رو به خدای بزرگم میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.